این ویدیو به زبان انگلیسی در 12 می 2025 یک روز قبل از آغاز سفر پرزیدنت ترامپ به کشورهای عربی منتشر شد از کانال چکیده در یوتیوب. پرزیدنت ترامپ در این سفر شاید با بزرگترین پیشنهاد مالی دوران زندگی خود روبرو می شود. اگرچه تغییر نام خلیج پارس به خلیج عربی ممکن است چندان مهم به نظر نرسد، اما می تواند پیامدهای بزرگی بر جهت وقایع آینده داشته باشد، با انتقال متحدان فعلی به کمپ‌های مخالف که باعث هرج و مرج بیشتر خواهند شد. سوال این است: آیا پرزیدنت ترامپ باید از خواست کشورهای عربی در ایجاد این تغییر حمایت کند؟ پرزیدنت ترامپ اعلام کرده است که این خدا بود، منظورش خدای کتاب مقدس است، که او رو از سوء قصد به جانش نجات داد تا بتواند رئیس جمهور بعدی آمریکا شود. با این تفکر آیا پرزیدنت ترامپ نباید از خود بپرسد که خدایش در مورد تصمیماتی که میگیرد چه فکری میکند؟ بنابراین در مورد تغییر نام خلیج این سوال پیش می آید: اراده خدا چیست؟ ما می دانیم که وفاداری برای پرزیدنت ترامپ مهم است. سوال این است که آیا او در آزمون وفاداری در مقابل قدرت مافوق خود به همان میزان وفاداری نشان می دهد؟ او تاکنون در کمتر از 4 ماه در دفتر ریاست جمهوری نام خلیج مکزیک را به خلیج آمریکا تغییر داده است. آیا خدا آن را تایید کرد؟ برای پاسخ به این سوال باید در طول تاریخ این دو ملت بپرسیم که کدام یک خدای کتاب مقدس رو بیشتر مورد احترام و تمجید قرار داده است. بر اساس کتاب مقدس پیدایش 10 و دانیال 6 ایران کنونی از مادها و پارسیان تشکیل شده که از مادای و ایلام هستند که هر دو نوه‌های نوح و از پسرانش یافس و سام می آید. بر اساس کتاب مقدس کوروش پادشاه ایران از ایلام تنها پادشاه غیر یهودی در تاریخ بشریت است که خدای کتاب مقدس او رو برای اجرای اراده خود مسح کرد. اشعیا 45 نشان می‌دهد که چگونه خداوند کوروش رو قبل از تولد او نامید و واقعه تصرف بابل رو به دست او از 200 سال قبل پیشگویی کرد. کوروش همچنین به یهودیان اجازه داد به سرزمین خود بازگردند و معبد خود رو بازسازی کنند. کوروش اراده خدا رو به طور کامل به انجام رساند. آیا برای تغییر نام خلیج پارس چنین امتیاز بالایی در تاریخ طرف مقابل میابیم؟ آیا پرزیدنت ترامپ اراده خدا رو در این عمر بازیافته خود انجام خواهد داد؟ اما ممکن است بگویید این در گذشته است. در مورد آینده چطور؟ اگرچه پیشگویی هایی که هنوز رخ ندادند ممکن است سیگنال های گیج کننده‌ای برای کسانی که با نقشه نهایی خدا آشنا نیستند ارائه دهند، اما شایسته است بدانیم که خود خدا در نهایت در زمانهای آخر چه برنامه‌ای برای ایران دارد. ما این رو در ارمیا 49 در آیه 38 می‌بینیم و خداوند یهوه نام شخصی خداست که در متن عبری آمده. خداوند یهوه میگوید من کرسی خود را در ایلام برپا خواهم نمود و پادشاه و سروران را از آنجا نابود خواهم ساخت.
و خداوند در آیه 39 سرنخ مهم دیگری در مورد زمانهای آخر ارائه می‌دهد. لکن خداوند یهوه میگوید در ایام آخر منظور همون زمانهای پایانی قبل از بازگشت عیسی است. در ایام آخر اسیران ایلام رو باز خواهم آورد. به نظر میرسد در این دوران مردم ایلام در جاهای دیگر پراکندند که خدا آنها را باز خواهد گرداند. آیا این در حال حاضر حقیقت ندارد؟ آیا الان پراکنده بودن ایرانیان در جهان مشخص نیست؟ بر اساس آیه 38 باز هم ایران تنها ملتی غیر از اسرائیل است که خدای کتاب مقدس قصد دارد تخت خود را بر آن مستقر کند. آیا چنین وعده فرخنده‌ای از سوی خالق جهان برای هیچ ملت دیگری غیر از اسرائیل بر روی زمین وجود دارد؟ آیا این نشان نمی‌دهد که خدای پرزیدنت ترامپ چه قصدی برای ایران دارد؟ نام خلیج پارس در نقشه ها به ایرانیان کمک کرده است تا هویت خود را حفظ کنند در برابر نیروهایی که در طول این قرنها سعی دارند در از بین بردن این هویت. آیا خدا با ریشه‌کن کردن هویت ایرانیان موافق است؟ آیا وسوسه های مالی آنقدر زیاد است که رئیس جمهور ما را اغوا کند؟ آیا اول تیموتائوس فصل 6 آیه 10 همه ما رو در برابر چنین وسوسه هایی هشدار نمی دهد که می گوید زیرا عشق به ثروت ریشه انواع شرارت هاست؟ در اشعیا 44 آیه 28 خود خداوند چنین شهادت می دهد. درباره کوروش می گوید که او شبان من است و تمامی مسرت مرا به اتمام خواهد رسانید و می‌دانیم که کوروش این کار رو کرد. آیا پرزیدنت ترامپ خواهد توانست تمامی مسرت خدایش را مانند کوروش به اتمام برساند؟ به ما در لوقا 12 آیه 48 گفته شده هر که به او بیشتر داده شود از او بیشتر نیز مطالبه خواهد شد. روزی که پرزیدنت ترامپ در برابر قاضی جهان می ایستد تا حساب پس دهد، آیا می تواند از خداوند این را بشنود؟ آفرین ای خادم نیکوی امین. باشد که خداوند به پرزیدنت ترامپ و همه کسانی که واقعا قلب خدمت دارند قدرت تشخیص و مقاومت در برابر هر ایده‌ای که علیه خداست رو عطا کند. خدا نگهدار.